بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، مصنف حفظه الله میگویند هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح. چنین عنوان گذاشتند که آیا امام بخاری و امام مسلم را در صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث های صحیح بسیار فوت شد یا کم؟ یعنی حدیث های صحیحی که در خارج بخاری و مسلم هست بسیار هست، یا آن حدیث هایی که در خارج صحیح بخاری و مسلم هست کم است. همین مسئله مطرح کردن. در پایان دو قول را ذکر میکنن. قول اول: قال الحافظ ابن الأخرمي لم يفتهما إلا القليل وأنكر هذا عليه. گفتند که حافظ ابن اخرم گفت بخاری و مسلم را کمتر حدیث های صحیح در بیرون ماند که ذکر نکردند. یعنی فوت به معنای فوت شد، یعنی از آنها اصلا فوت نشد. امام بخاری و امام مسلم اون حدیث ها را میدانستند لیکن ذکر نکردند، برای اینکه یا به شرط آنها موافقت نمیکرد یا اینکه کتابشان طولانی زیاد میشد. بنابراین حافظ ابن اخرم در همین اعتقاد بود که آن حدیث های صحیحی که در خارج بخاری و مسلم هست کم است گفته و اون که هذا علیه. این سخنی حافظ به خودش رد کرده شد، انکار کردن، برای اینکه سخن غلط است. والصحيح أنه فاتهما شيء كثير. قول صحیح این است که آن حدیث های صحیحی که در خارج بخاری و مسلم هست بسیار است از آنه که در بخاری و مسلم است. فقط نقل عن البخاری انه قال. در حقیقت از امام بخاری نقل شده است که حضرت گفتند که وما ترکت من الصحاح اکثر. آن حدیث های صحیحی که در خارج صحیح بخاری من ترک کردم و بسیارتر است از آن حدیث هایی که در داخل صحیح بخاری ذکر کردم. صحیفه 49. وقال احفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح. امام بخاری گفتند که من 100,000 حدیث صحیح حفظ میدانم، یعنی از یاد میدانم، و 200,000 حدیث غیر صحیح از یاد میدانم. خوب، مادامی که اگر امام بخاری 100,000 حدیث صحیح از یاد دانم، در صحیح بخاری به قول ابن صلاح 4,000 حدیث ذکر کردگی هستند. این دلالت میکنه 96,000 حدیث صحیح در بیرون صحیح بخاری وجود دارد. بنابراین قول حافظ ابن اخرم مرجوح است. خب، مسئله دیگر: کم عدت الاحادیث فی کل منهما. عدد حدیث ها در صحیح بخاری و مسلم چقدر است، چه مقدار است، چند عدد هست؟ گفتم: 1. البخاری جملة ما فيه 7,275 حديثا بالمكررة وبحذف المكررة 4,000. تمام آن حدیث هایی که در صحیح بخاری از 7,275 حدیث است گفتن. این طبق شمار ابن صلاح در مقدمه خود. و این چون با حذف تکرارها 4,000. یعنی با حالا که حافظ ابن حجر رحمت الله علیه میگویند که اگر تکرارهاش حذف کنیم 2,602 میگویند، لیکن ابن صلاح 4,000 حساب کردن. یعنی اینجا اختلاف در چی است؟ در آن چیزهای هست که مقصد بعضی حدیث ها رو 2 حدیث رو 1 حساب کردن یا 1 حدیث رو 2 حساب کردن. از همین حساب حافظ ابن حجر از حساب حافظ ابن صلاح فرق میکند، لیکن اصلا کتاب همون کتاب است، یگان حدیث کم نشده است. خب، خلاصه انا به قول ابن صلاح 4,000 حدیث دارد بخاری. و مسلمون جملة ما فيه 12,000 بالمكررة
وبحذف المكررة نحو 4000. تمام آن حدیثایی که در صحیح مسلم است 12000 است با همراهی تکرارهایش و بدون تکرار 4000 است. صدا است. مسئله دیگر أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلما؟ ما در کجا میابیم باقی مانده حدیث های صحیحی که امام بخاری و امام مسلم در داخل صحیح ذکر نکردن؟ مسئله بعد پاسخ میدن نجدها فی الكتب المعتمدة المشهورة. ما اون رو میبینیم در کتاب های معتمد، یعنی از کلمه اعتمد یعتمدو باوریناک تکیهگاه، یعنی اومد آن را همچون یک کتاب معتمد علما و محدثین قرار دادن. مشهور است که صحیح ابن خزیمه، مانند صحیح ابن خزیمه و صحیح ابن حبان و مستدرک الحاکمی و سنن الاربعه و سنن الدارقطنی و سنن البیهقی و غیرها. چند کتاب ها را نامبر کردم. این کتاب ها مثلا صحیح ابن خزیمه شاگرد امام بخاری هست، این امام حافظ است. بسیار کتابش در حقیقت صحیح ناکترین حدیث کتاب در بین این کتاب های ذکر شده از برادرانش صحیح ابن حبان و مستدرک حاکم صحیح ابن خزیمه صحیح تر است. و اگرچه احمد شاکر رحمت الله علیه گفتن که این کتاب ما در حیات ما ندیدیم، نه در مخطوطات و در از زبان یگان کس هم نشنیدیم که همین کتاب وجود داشته باشد. گفتن احمد شاکر یعنی تقریبا 100 سال پیشتر این سخن گفتگی هستند. در حقیقت در آن زمانه ها پیوست شدن و علاقه کردن دشوار بود. بعد از آن در حقیقت احمد شاکر شاید ندیده وفات کردن، لیکن در حاشیه در همون کتابشون در مقدمه ابن حبان گفتن که ما صحیح ابن خزیمه را هم ندیدیم گفتن، لیکن کتاب را یک قسمش را یافتند، مخطوطاتش را چاپ کردند، الان وجود دارد لیکن ناقص است، تمام کتاب وجود ندارد. خب صحیح ابن خزیمه و صحیح ابن حبان که این مانند صحیح بخاری با همین نام مشهور شده است و الا نام اصلیش صحیح ابن حبان نیست. در زبان مردم با صحیح ابن حبان مشهور است. در بین علمای محدثین التقاسیم و الانواع مشهور است، تقسیم ها و نوع ها، لیکن خود مصنفش المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها موندگی است نام کتابه. چرا که امام بخاری رحمت الله علیه نام کتابشون صحیح بخاری نیست. صحیح بخاری این در با همین لفظ مختصرا شهرت یافت. اصلا نامش الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلی الله علیه و سلم و سننه و ایامه، بنابر اختیار حافظ ابن حجر رحمت الله علیه. خب ولا يكفي گفتن ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب بل لا بد من التنصيص على صحته. همین کتاب هایی که الان ذکر کردیم اگر یک حدیث در داخل همین حدیث ها در داخل همین کتاب ها موجود باشد، همین خودش کفایه نیست برای صحیح بودنش، بلکه لازم است که تنصیص باشد برای صحتش. تنصیص یعنی نص یگان سخن علمای معتمد مانند بخاری، مانند امام احمد رحمت الله علیه، یا سخن یک شخص معتمد باشد که همین حدیث صحیح گفته باشد. یعنی فقط در داخل همین کتاب ها بودنش کفایه نمی کند. چخیلی که در صحیح بخاری و مسلم اگر حدیث باشد کفایه است. اگر حدیث در صحیح بخاری و مسلم باشد
کفایه هست، دیگه حاجت بحث ندارد. لیکن در دیگر کتاب ها باشد باید غیر از اینکه حدیث در آن کتاب است با یک نص، یک سخن محقق یا عالم ما احتیاج داریم. الا فی کتاب من شرط الاختصار علی اخراج الصحیح، مگر هم گفتن اگر کدام مؤلفی که در کتابش فقط حدیث های صحیح ذکر میکنم گفته باشد، مانند صحیح ابن خزیمه گفتن، یعنی می شود به صحیح ابن خزیمه اعتماد کرد، لیکن اگرچه آن حدیث هایی که در صحیح ابن خزیمه هست مقبول باشد همه آن صحیح نیست. حدیث های حسن هم ابن خزیمه ذکر میکنند لیکن ضعیف ندارد به قول بعض علما، حالا آنکه اکثر کتابش حالا یافت نشده است. خب الکلام على مستدرک الحاکمی و صحیح ابن خزیمه و صحیح ابن حبان، سخن الان درباره کتاب مستدرک حاکم و صحیح ابن خزیمه و صحیح ابن حبان میرد. برای چی؟ برای آنکه صاحب های این کتاب ها را صحیح نامگذاری کردند، صحیح نامگذاری کردند و مردم هم میگویند که مادامی که این مؤلف ها کتاب حدیث صحیح کردند پس ما باید اون سخن ها اعتماد کنیم یا نکنیم. بنابراین هر سه این کتاب ها را علاهیده آوردند. مستدرک حاکم اگرچه در اسمش کلمه صحیح دیده نمی شود لیکن معناش چی است؟ مستدرک حاکم، امام حاکم ابو عبدالله حاکم آمده به بخاری و مسلم استدراک کردن، یعنی درک کردن، گفتن که این حدیث ها که حدیث هایی که من در داخل مستدرک خود ذکر میکنم این حدیث ها حدیث های صحیح است، طبق شرط بخاری و مسلم است، یعنی این حدیث ها سزاوار است که در داخل کتاب صحیح بخاری و مسلم ذکر میشد لیکن حضرت ها ذکر نکردند، بنابراین من ذکر میکنم. گفتن یعنی آن حدیث هایی که امام حاکم در مستدرکش ذکر میکند این طبق شرط بخاری و مسلم است، فقط که بخاری و مسلم روایت نکردن این بنابر گفت حاکم است، لیکن در داخل مستدرک حتی حدیث های یافت میشد که مثلا ضعیفی سخت است. بنابراین بعض علما گفتن که امام حاکم امام متساهل است، گفتن یعنی در صحیح کردن حدیث سبوک میگیرد، یعنی به اندک حدیث هایی که ضعیفی کم دارد پروا نمیکند گفتند، لیکن این سخن هم صدفایی سخن مسلم نیست. کمتر میخوانیم شاید مصنف بعضی چیزها رو ذکر میکنه، اگر ذکر نکنه اضافه میکنیم انشاءالله. مستدرک الحاکمی الف، اول مستدرک حاکمه گفتم هو کتاب ضخم من کتب الحدیث، و کتاب ضخم است یعنی کتاب کلان است از کتاب های حدیث. ذکر مؤلفه فيه الاحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين او على شرط احدهما ولم يخرجاها. این سخن اوضح گفتیم. مؤلفش یعنی امام حاکم رحمت الله علیه در داخل این کتاب حدیث های صحیح را ذکر کردن که طبق شرط بخاری و مسلم است یا اینکه طبق شرط یکی آنها است. درباره کلمه شرط در پایان میبیاد، یعنی وقتی که شما کتاب مینویسید شرط میمونه در ابتدای کتاب برای خودتان که من در این کتاب مثلا فقط عقیده اهل سنت و جماعت را ذکر میکنم لیکن به عقیده های باطل اشاره هم نمیکنم، رد هم نمیزنم. در مقدمه شما گفتید که من فقط عقیده صحیح را بیان میکنم خلاص. قول معتزلی، جهمی مثلا یا رافضی را ذکر کرده به دلیل های آنها جواب نمیگردانید، فقط عقیده اهل سنت را بیان میکنید، این شرط شما است. مثلا یا بعضی آدم‌ها میگویند که من در این کتابم به تمام عقیده های باطل به تفصیل رد میزنم، این شرط است. یعنی حالا در پایان میبیاد چی شرط موندگی هستن بخاری و مسلم. كما ذكر الاحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما. این چنین امام ابو عبدالله حاکم در این کتابش
غیری اون حدیث هایی که طبق شرط بخاری هم نیست، طبق شرط مسلم هم نیست، در نزد خودی حاکم صحیح هست، آن را چیکار کرده است؟ ذکر کرده است. معبرا عنها بانها صحیحة الاسناد. وقتی که حدیثی که نه شرط بخاری است نه شرط مسلم حافظ ذکر کرد و تعبیر می آورد که مقصد این حدیث صحیحة الاسناد، اسناد این حدیث صحیح است می گفت. و ربما ذکر بعض الاحادیث التي لم تصح، و گاها می شد که یکم حدیثی صحیح نبوده را هم ذکر می کرد، لکنه نبه علیها، لیکن او آگاه میکرد که علاکه این شرط امام حاکم شرط خودش ویران کرد، برای اون که باید حدیث های صحیح ذکر میکرد، لیکن حدیثی ذکر ضعیف هم ذکر کرده، بیان میکرد که این حدیث ضعیف است گفته. الا در پایان میبید و هو متساهل فی التصحیح. انا مصنف رحمت الله علیه گفتن که او متساهل است در تصحیح گفتن، یعنی حاکم را. لیکن احمد شاکر رحمت الله علیه عقیده دیگر دارم، میگویند که حافظ حاکم ابو عبدالله حاکم متساهل نیست. میگویند برای آن که از روی نقطه نظری احمد شاکر رحمت الله علیه میگویند که حاکم کتابش را از سیاه‌نویس به تازه نویس نکوچانده وفات کرد. یعنی شما وقتی که کتاب می نویسید، غالب مردم غیر شیخ الاسلام ابن تیمیه دیگر آدم ها وقتی که کتاب می نویسند اول سیاه‌نویس دارند، مقصد یک بار می نویسند، بعد هرچی معقول نشد خط می زنند، یا یک چیزی که وقتی که شما می نویسید الهام می بیاد، حدیث ضعیف هم می بیاد به خاطرتان، می نویسید که یگان مقصد دارد، اگر چندی که در آینده این حدیث ضعیف در کتابی مستدرکش ذکر نمی کند، لیکن شاید از این یگان استنباط می کند در بابش، خیلی که بخاری رحمت الله علیه در ترجمه بعضی حدیث های ضعیف ذکر می کردن، در صلب حدیث نیو، در ترجمه در بابش اونجا نه حدیث نمیگوین، همچون یک سخن می آوردن. شاید به همین، شاید به دیگر چی، هر چیزی که به خاطرتان می آید یک بار به می نویسید اگر سیاه نویس باشد. وقتی که به سفید نویس می کوچانید در اون حالت شما تحریر می کنید، یعنی چیزهای اضافگی را ترک می کنید، شاید چیزی نو اضافه می کنید. با وقتی که علاقه وقتی از سیاه نویس به دفتری سفید کوچانیدنی اومد، علاقه خیلی با تجربتون زیاد میشه، علمتون روز از روز زیاد میشه. برای همین حافظ رحمت الله علیه همین کار نکرده از دنیا گذشتن میگن. و الا نبودند، و الا حافظ رحمت الله علیه یعنی حاکم متساهل نیستن میگن. خیلی که من مصنف رحمت الله علیه حاکم متساهل گفتن. خب فینبغی ان یتتبع و یحکم على احادیثه بما یلیق بحاله. بنابراین هم کتاب حاکم مستدرکش که مقصد سفید نکرده و تحریر نکرده از دنیا گذشت، بنابراین باید حدیثاش یتتبعو، باید تتبع کرده شود، یعنی پیروی کافت و کاو کرده شود. و یحکم علی احادیث بما یلیق بحاله، به حدیثهاش مناسب خودش باید حکم کرده شود. حدیث صحیح باشد صحیح، ضعیف باشد ضعیف، حسن باشد حسن، یعنی کتاب حاجت به تتبع دارد. ولقد تتبعه الذهبی و حکم علی اکثر احادیثه بما یلیق بحالها. در حقیقت این کار کی کرد؟ امام ذهبی کرد در زمانهای قدیم. ذهبی میدانید شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هستند، بسیار عالم رجال، محدث، عالم رجال سیر، بسیار عالم متمکن رحمت الله علیه. این کس ترکمنستانی هستند اصلشون. ذهبی نسبتا به طلا، ذهب یعنی طلا فروش بودن گذشتگانشون، بابای و پدرشون و بابا کلانشون طلا میفروختن، اصلشون از ترکمنستان هستند.
و حکم علی اکثر احادیث بما یلیق بحال. امام ذهبی حکم کرده اگر شما در بعض کتاب ها باشد مثلا صححه الحاکم و وافقه الذهبی میگه همین حدیث امام حاکم صحیح گفت و موافقت کرد به این تصحیح حاکم امام ذهبی میگه، یعنی امام ذهبی موافقت کردن درست است صحیح هست گفتن، یا اینکه بعضی جاها میگن که ضعیف است میگن. با وجود همین ولا یزال الكتاب بحاجة الى تتبع و عنایه، با وجود همین کتاب مستدرک حاکم حاجت به اهمیت دارد، حاجت به کفت و کاو دارد، به جستجو حاجت دارد که در بالاش کار کرده شود. بعد حاشیه‌اش بگفتن که يتتبع الآن أخونا المحقق فضيلة الشيخ الدكتور محمود الميرة أحاديث التي لم يحكم عليها الذهبي بشيء. یعنی الان گفتن یک دکتری محقق، این کلمه محققی که الان در حاشیه آمده است این به معنای آن محققی که اون در درس گفتیم این خیلی محقق نیست. این محققای کتاب هستند. محققای کتاب کی هستند؟ یک آدم یک دکتر است یا ماجستر است یا یک عالم است، میآید یک کتابی مخطوط از مخطوطات میگیرد، مطبوع میکند، یعنی چاپ میکند، لیکن با چند مخطوطات ها مقصد مقایسه میکند، مقابله میکند. اگر کتاب سقط داشته باشد و یا از یگان جای دیگه آورده پیوست میکند یا اثبات میکند. خلاصه یک کتاب تحقیق میکند. مثلا حاضر تحقیق های نو همین خیلی که آیت باشد در پایان حاشیه عزو میکند، آیت سوره توبه آیت 10 میگوید، حدیث در صحیح بخاری باشد مسلم باشد مثلا به بخاری مسلم با رقم هاش در حاشیه عزو میکند، یا حدیث ضعیف باشد در حاشیه باید بیان کند که حدیث ضعیف است فلانی ضعیف کرده است. گفته خلاصه یگان لغتی مقصد لغتی غریب باشه و لغت در پایان شرح میدهد، همین نامش محقق میگوید. یعنی این محقق فرق میکنه از آن علمای محققین مانند شیخ الاسلام تیمیه یا از معاصرین علامه بکر ابوزید رحمت الله علیه که واقعا محقق بودند. خلاصه این محقق ها این گونه محقق نیست، یا محقق های یعنی که مخصوص به یک کتاب، یک محقق هایی که در اصطلاحی تنگتر. خب همین آدم یعنی که همین دکتر محمود الان همین کتاب کتاب مستدرک حاکم را تحقیق دارد، یحکم علیها بما یلیق بحالها، آن حدیث هایی که امام ذهبی حکم نکردند و توقف کردند میگویند حکم میکند وله نیه فی طبع المستدرک بعد هذا الجهد، بعد همین کتاب به آخر رساندن و مهنتاش کردن نیت دارد که کتاب مستدرک چاپ میکند فجزاه الله عن المسلمین خیرا، پس در حقش دعا کردن که الله تعالی او را جزای نیک دهد از نام مسلمان ها. خب این درباره مستدرک حاکم بود مختصرا برادرای عزیز. یعنی که شما الان یک معلومات مختصر درباره مستدرک حاکم پیدا کردید. اولش اینکه مستدرک حاکم پر یعنی که موافقی خواست امام مالک به طبع نرسیده است، برای آنکه حضرت با بختر وفات کردن بنابراین بعضی حدیث های ضعیف است. کتاب اگر امام ذهبی صحیح گفته باشند یعنی که خیلی این دلالت به صحیح بودنش میکند، سخن امام ذهبی هم معتمد است. و اگر من با کتاب به این گفتی مؤلف اگر به چاپ رسیده باشد یا به چاپ رسد باز یک کتاب میشد که به هر حال کتاب مستدرک حاکم اکثریتش حدیث های صحیح است لیکن از ضعیف خالی نیست. میگذاریم به صحیح ابن حبان. صحیح ابن حبان هذا الكتاب ترتیبه مخترع، این کتاب ترتیبش مخترع گفتن، یعنی ترتیب این کتاب محدث، یعنی نو، هیچ کسی این کار نکرده است. فلیس مرتبا علی الابواب، این کتاب ابن حبان نه ترتیبش طبق بابها باشد مانند صحیح بخاری. صحیح بخاری کتابی بعد الوحی شروع میشد، بعد کتاب ایمان، بعد کتاب علم، بعد کتاب طهارت، بعد کتاب نماز، میرد زکات،
این بابها که تقسیم کرده است. یا کتاب مسند امام احمد گرید، اول مسند ابوبکر صدیق میبرن، بعد مسند عمر. هر حدیثی که ابوبکر آمده است روایت میکنن، خود درباره طهارت باشد، خود درباره عقیده باشد، خود درباره جهاد باشد، خود درباره طلاق باشد. یا مثلا مسند عموما مسند ها همین خلاص. یا معجم گرید، معجم طبرانی وسط گرید، مثلا او طبق استاداش آورده است. هر استادش، استاد امام طبرانی اگر نام اسمش اگر با الف شروع شود، اول همون آدم حدیثاش میبرد. حدیثاش یعنی در حقیقت شما حدیثی در کاریتون نمیابید، چون که او طبق استاداش آورده است. هر حدیثی که از استادش ابراهیم آورده باشد، همش اول جمع میکند، بعد از استادش مثلا اول احمد، ابراهیم مثلا، بعد مثلا بهرام یا همین گونه طاهر، مثلا ترتیبی الفابیت یعنی معجم که میبرد. اما صحیح ابن حبان کتاب مخترع هست، یعنی یگان آدم نیست که پیش از ابن حبان هم بعد ابن حبان هم همین کار کرده باشد. فلیس مرتبا علی الابواب ولا علی المسانید ولا علی المعاجم. اینش ذکر نکردم مصنف. نه معجم است، نه مسند است، نه بابها هست. ولهذا اسماه التقاسیم والانواع. بنابراین نام کتابش التقاسیم والانواع نامگذاری کرد. گفتم والكشف عن الحديث من كتابه هذا عسير جدا. یا حدیث از این کتاب یافتن خیلی دشوار است. گفتن مصنف وقد رتبه بعض المتأخرین علی الابواب. بعضی آدم هایی که متأخر هستند، بعد به دنیا آمدن، کتابش گرفتند و از دیگه طبق صحیح بخاری بارین بابها ترتیب باب کتی آوردن تا اینکه یک کتاب متداول شد و فهمن مردم. وهو الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان المتوفى سنة 739 من الهجرة وسمى ترتيبه الإحسان في تقريب ابن حبان. در حاشیه گفتن که امیر علاءالدین ابو الحسن علی ابن بلبان است، سال 739 هجری از دنیا گذشته است. نام ترتیبش احسان الاحسان فی تقریب ابن حبان نامگذاری کردن. یعنی الان کتاب صحیح ابن حبان در دنیا وجود ندارد، خیلی که خود ابن حبان نوشتن. شاید وجود داشته باشد، لیکن یگان کس ولی اطلاع پیدا نکرده است و از وجودش خبر نداده است. شاید در خانه یگان آدم در مخطوطاتش باشد، لیکن خبر نداده است به یگان جو که ما داریم. بنابراین الان در حکم مفقود از خود صحیح ابن حبانه که خود ابن حبان نوشتن اون نیست. این آدم گرفتن ترتیبش تغییر دادن، لیکن همه حدیث هایی که ابن حبان ذکر کرد همش هست در همین ترتیب این آدم، ولیکن حدیث ها ترتیبش تغییر یافت. خب برای ما کی میگوید مکافات خوب میدهیم؟ برای آن آدم این که همین ابن حبان ترتیبش ذکر کنم. اینجا دامل فاتح هستن، بسیار کلیه اصول دین خواندگی هستن. اگر التماس میکرده همین سوال با اگر تانستن جواب میدادن. برای اون که حاضر همینجا مؤلف رحمت الله علیه میگویند که یگان مقصد یه نمود ترتیب آورد که هیچ کس نکرده است. با ما اضافه کردیم که بعدی وفاتش هم هیچ کی پیروی نکرده است به همین گونه ترتیب. نامش هم التقاسیم و الانواع که مشهور شده است. کتاب تقسیم کردیم. کی میتونه ترتیبش بیان کند؟ خب بابها نباشد، مسند نباشد، معجم نباشد، پس چی باشد؟ مرحمت. خب همینجا مصنف هم ذکر نکردیم سببشه. چوه اکو مصنف رحمت الله علیه خوب گفت که مقصد نه ترتیب بابها کتی آورد، نه ترتیب مسندها کتی آورد. خب کدام ترتیب کتی آورد؟ برای چی ذکر نکردن؟ باید ذکر میکردن. اصلش همین که مقصد ترتیب قرآن سنت، همین که یک چیز مقصد ذکر دربارش وقتی که معلومات دادید باید ذکر کنید. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا
و قول انظرنا، ای اونایی که ایمان ندارید راعینا نگوید لیکن انظرنا گوید، یک چیزی دیگر به دلالت میکنه. وقتی که نه مقصد گفتن که نه بابها کتی آورد نه مسند ها کتی آورد، ولکن با این طریقه آورد گفته یک مختصر معلومات میدادن، باید مصنف معلومات ندادن. اگر هیچ کس اگر نگوید مجبور میگوییم دیگر. و مصنفه متساهل فی الحکم علی الحدیث بالصحة، باز گفتن که اینم ابن حبان هم متساهل است گفتن در حکم کردن در حدیث صحیح. مقصد اهمیت نمیتید، بعضی حدیث های ضعیف هم احتمال که چی کند صحیح گوید گفتن. لکنه اقل تساهلا من الحاکم، لیکن این از حاکم دیده سبوکیش کمتر است، یعنی از حاکم دیده تساهلیش کمتر است، یعنی این قدر به درجه حاکم متساهل نیست، سالی بلندتر است گفتن. ابن حبان رحمت الله علیه کتاب به 5 قسم تقسیم میکند، به 5 قسم. یکمش امرهایی که از جانب شریعت امر شد، مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، در استنشاق مبالغه کن گفتن، این امر است. تمامی حدیث هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردگی هستند فقط امرهای اول آوردگی است و اون 110 نوع هست، 110 نوع. هر یک نوع با در زیرش به 1 و 2 و 3 و 4 با تقسیم کردگی هستند. دویمش الثانی النواهی التي نهى الله عباده عنها، هر یک نهیه که الله تعالی نهی کرده است با واسطه پیامبر صلی الله علیه و سلم. مثلا وقتی که نکن گفتن یک کاره، همین حدیث هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم لا تزاحم الناس فی الحجر عند الحجر، مردم در نزد حجر الاسود زحمه نکن، یعنی تنگ نکن مردم، عذاب نده گفتن، این نهی است. یا اینکه زادک الله حرزا فلا تعد، یا آدم به نماز جماعت وقتی که پیامبر صلی الله علیه و در رکوع بودن دویده اومد و به رکوع اقتدا کرد، پیامبر صلی الله علیه و زادک الله حرصا، الله تعالی حریصی تا به نماز زیاد کن، فلا تعد، گشته این کارو تکرار نکن گفتن. مقصد وقتی که شما به نماز جماعت اومدید که مردم نماز خوانند، آهسته باید راه گردید، بگذار تمام رکعت از دست دهیدم، آهسته راه گردید، ندوید. فلا تعود، گشته این کارو تکرار نکن گفتن. خوب، این نهی است. همین گونه نهی ها را آوردن، نهی های پیامبر صلی الله علیه و سلم به 110 نوع تقسیم کردن. اون با اگر حاضر باید نوع های شرح تیم دیگه چند صحیفه است. سیوم قسمش اخباره اما احتیج الى معرفتی، آن حدیث هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن حدیث ها خبر دادند درباره آن چیزهایی که ما باید آن چیزها را دانیم، حاجت به معرفت دانیم. و این 80 نوع است. 80 نوع به تقسیم میشد، هر نوع با تقسیم های خودش دارد. الرابع الاباحات التي ابيح ارتكابها، چهارم قسم هایی که ابن حبان کتابش تقسیم کرد، مباح هایی که شریعت برای اجرای آن اباحت داد، یعنی اجازت داد، اجرا کردنش مباح است، گناه نیست. والخامس افعال النبي صلی الله علیه و سلم التي انفرد بفعلها، فعل های پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در همون رفتارشون تنها خودشون بودند، مانند این که در یک وقت 9 زن داشتند. مثلا این فعلی که مخصوصی به پیغمبر است و پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین فعل منفرد بودند، یعنی تنها بودند. و این 50 نوع هست. عمومش فجمیع انواع السنن 400 نوع. خود ابن حبان میگه تمام آن حدیثایی که من در این کتاب ذکر کردم 400 نوع حدیث است و اگر میخواستم با زیادتر میکردم، امکانیت داشتم. خب صحیح ابن خزیمه، ما درباره این 3 کتاب ها معلومات داده ایستادیم. صحیح ابن خزیمه هو اعلى مرتبه من صحیح ابن حبان لشدت تحریه. صحیح ابن خزیمه عالی‌تر است از روی مرتبه از صحیح ابن حبان از سبب شدت تحری مصنفش، از سبب
تحری یعنی تحریر، سخت تحریر کردگی است ابن خزیمه رحمت الله علیه، یعنی تلخیص، یعنی کتابش از هر خیل حدیث ها تازه کردگی است، یعنی صحیح تر است. حتی انه یتوقف فی التصحیح لادنى کلام فی الاسناد. حتی ابن خزیمه در معیده ترین شبهه یا کلام در اسناد از صحیح گفتن خودداری میکند. فهمیدید؟ یعنی که ابن خزیمه یگان کس ابن خزیمه را متساهل گفته وصف نکرده است. بنابراین صحیح ابن خزیمه امیدوار هستیم که اکثرش صحیح است. العاشر المستخرجات على الصحیحین. ما در ابتدا گفتیم که به سوال یا برادری که ما حدیث صحیح بودنش از کجا میفهمیم در عین زمان، گفتیم که از همه آسانترین حالت به دانستن حدیث این که حدیث اگر در صحیح بخاری باشد یا در صحیح مسلم باشد. بعد من این سه کتاب الان ذکر کردم که همین سه کتاب هم با مقصد صحیح نوشته شده است، اگر چنده که مثل بخاری و مسلم صاحبان این کتاب موفق نشدند، لیکن به هر حال معظم کتاب ها عبارت از کتاب از حدیث های صحیح است، ولیکن حاجت به نص یکی از علماهای معتمد دارد. دهمش المستخرجات علی الصحیحین. کتاب هایی که مستخرج به صحیحین است. صحیحین یعنی صحیح بخاری و مسلم. الف موضوع المستخرج. موضوع این کتاب مستخرج خودش چی کتاب است؟ هو ان یأتی المصنف الى کتاب من کتب الحدیث فیخرج احادیثه باسانید لنفسه من غیر طریق صاحب الكتاب فیجتمع معه فی شیخه او من فوقه. گوش کنید برادران، این مستخرج یک کتاب های هست که صاحب همین کتاب مستخرج نیت میکند یک کتابی یا صحیح بخاری یا مسلم یا هر دوی همین ها را و یک حدیثی که خودش همین حدیث به واسطه استادش روایت کرده است تا پیامبر صلی الله علیه و سلم و همین حدیث عیناً در صحیح بخاری هست یا در صحیح مسلم هست، فقط با دیگر استاد با دیگر اسناد آورده همین پیوست میکند. هو ان یأتی المصنف الى کتاب من کتب الحدیث. مثلا به صحیح بخاری میاد کتاب صحیح بخاری یک آدم میگیرد و حدیث هایی که در صحیح بخاری هست و یا که در صحیح مسلم است با اسناد خودش روایت میکند از طریق غیر صاحب کتاب، یعنی از بخاری روایت نمیکند بلکه یا از شیخ بخاری ذکر میکند یا از شیخ شیخش، یعنی از آنهایی که از استاد بخاری هم در بالاتر است. هم مثلا مالک، شما کتاب میگیرید با اسناد خودتان دیگر راه ها که میبرید رفته آمده به مالک میچسبد، بعد از مالک تا پیامبر صلی الله علیه و سلم میرود. مثلا یعنی از بخاری روایت نمیکنید، از مسلم روایت نمیکنید و به واسطه استادهای خودتان میرید. برای چی این کار میکنند؟ میگویم اول اینکه اشهر المستخرجات علی الصحیحین. مشهورترین کتاب های مستخرج کدام است بر صحیحین؟ یعنی این کتاب ها برادرای عزیز، کتاب های مستخرج، هر حدیثی که در همین کتاب های مستخرج میاد همش در صحیح بخاری و مسلم هست، فقط که مصنفش با اسناد خودش روایت میکند، از بخاری و مسلم روایت نمیکند و با استاد خودش رفته به استاد بخاری استادش رفته پیوست میشود و بعد سند همراه شده میرود. خیلی که مثلا شما یا پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر نسبشون بینید با نسبی مادرمون مثلا خدیجه رفته پیوست میشود در بالاتر، همشون قریشی هستن، یا با عمر یا با ابوبکر، اینا همشون از یک عائله هستن، یا با مثلا دیگر اهل مکه، لیکن رفته درها باباهاشون نسباشون یکت میشه، لیکن تا اونجا نسبها فرق میکنه. خب همین گونه استادها دیگر هست، لیکن رفته در استاد بخاری رفته همراه میشود.
این کتاب ها کدام کتاب از مشهورترینش سه تاش ذکر کردن: المستخرج لابی بکر الاسماعیلی علی البخاری، مستخرج ابوبکر اسماعیلی از بر صحیح بخاری، یا المستخرج لابی عوانة الاسفرائینی علی مسلم، مستخرج ابو عوانه اسفرائینی بر صحیح مسلم، یا اینکه المستخرج لابی نعیم الاصبهانی علی کل منهما، مستخرج ابو نعیم اصبهانی هر صحیح بخاری و مسلم در بر میگیرد. خب مبحث جیم. الجیم: هل التزم اصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الالفاظ؟ آیا صاحبان مستخرج در این کتابهاشون موافقت کردن به صحیح بخاری و مسلم در لفظها را به خود التزام کردن، لازم گرفتن؟ یعنی که گفتن که من حدیثی که در بخاری هست در این کتابم ذکر میکنم طبق لفظ بخاری یا عیناً طبق لفظ مسلم همین خیال میکنم، گفته به خود لازم گرفتن یا نگرفتن؟ جواب: لم یلتزم مصنفوها موافقتهما فی الالفاظ، به خودشون لازم نگرفتن موافقت کردن بخاری و مسلم را در لفظها. لفظها شاید تغییر یابد برادرای عزیز، حدیث صحیح است لیکن لفظ فرق میکند. لأنهم سببش چی؟ لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم من طریق شیوخهم، چون که آنها روایت میکنند این لفظها را، هر لفظی که به آنها رسیده است به واسطه استادانشان. یعنی وقتی که شما از استادتون یک سخن با یک لفظ میشنوید باید همون خیلی لفظ نقل کنید. امانت علمی همین است. یا وقتی که از یک کتاب نقل میکنید باید خودش بر این نقل کنید، یا اینکه اگر نقل کنیدم باید که بتصرفین، من این نقل کردم از فلان کتاب لیکن تصرف کردم، یعنی تغییرات در آوردم در لفظ مؤلف میگوید. بنابراین سببش همین که اونها از استادشان چه خیلی شنیدن همون لفظ استاد کتی آوردن. لذلك فقط حصل فيها تفاوت قلیل فی بعض الالفاظ، بنابر همین هم در کتاب های مستخرجات بعضی حدیث هایی که در صحیح بخاری و مسلم هست کمتر لفظ هاشون فرق میکنند. یعنی همش نباشدم ها، بسیار حدیث ها موافق هستند لیکن هست حدیث هایی که لفظ هایشون کمتر فرق میکند. و كذلك ما اخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو رواه مسلم، فقد وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، فمرادهم من قولهم رواه البخاري ومسلم أنهما رويا أصله. وكذلك گفتن این چنین اون کتاب‌هایی که مؤلفان گذشتگان قدما پیشتر نوشتند در تصانیف‌های مستقل خود مانند بیهقی، مانند بغوی و مانند اینها وقتی که کتاب می نوشتن می گفتن که رواه البخاری یا که رواه مسلم می گفتن، حالا آن که در معنا و در لفظها تفاوت بود، لفظ بخاری دیگر است، لفظ مسلم دیگر است، لفظ این حدیثایی که ایشان روایت کردن بغوی و مثلا بیهقی فرق میکند، لیکن رواه البخاری و مسلم میگفتند. مقصدشان از قولشان رواه البخاری و مسلم این است که یعنی اصلا این حدیث بخاری و مسلم روایت کرده است، اصلش در صحیح بخاری و مسلم است، فقط این حدیث های با دیگرها مثلا ابو داود روایت کرده است، اونی که در بخاری است ترمذی روایت کرده است، مثال با لفظ اندکی فرق میکند، لیکن صحابه همان صحابه، حدیث و معناش همان حدیث، لیکن کمتون تفاوت دارد. خب یه مسئله دیگر: هل يجوز ان ننقل منها حدیثا و نعزوه الیهما؟ آیا جایز است برای ما که حدیث از مستخرجات نقل کنیم و گوییم که بخاری مسلم روایت کرده است؟ آیا همین کار جایز است یا نه؟ گفتن مصنف: بناء على ما تقدم فلا يجوز لشخص ان ينقل من المستخرجات
أو الكتب المذكورة آنفا حديثا ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد الأمرين. بنابراین با اون سخنایی که الان در بالا گفته گذاشتیم با جایز نه برای یگان شخص اینکه از کتاب مستخرج یا از آن کتاب‌هایی که در بالا ذکر شد یا حدیث نقل کند و سانی رواه البخاری و مسلم گفت جایز نه مگر هم با دو شرط، به احد الامرین، با دو امر گفتن. اولش اینکه ان یقابل الحدیث بروایتهما، عیناً همین حدیث یبار در صحیح بخاری و مسلم کشاده بیند، مقابله کند، بیند. ثانی گفتن حق دارد که حدیث بخاری مسلم روایت کرده است. دوم ان یقول صاحب المستخرج او المصنف اخرجه بلفظه، یا اینکه صاحب مستخرج گوید که سند خودش که روایت کند و بعد گوید که همین حدیث عیناً با همین لفظ بخاری و مسلم ذکر کرده. در این حالت شما میتونید که رواه البخاری و مسلم گویید، برای اینکه لفظش هم عیناً لفظی که بخاری و مسلم روایت کرده است. فوائد المستخرجات علی الصحیحین، خوب این چی فایده دارد کن؟ فایده های مستخرجات بر صحیحین. برای چی مصنف های این کتاب های با این طریق نوشتن؟ چی فایده دارد؟ مادامی که صحیح بخاری و مسلم هست، چی فایده دارد که همین آدم با مستخرج نه عیناً همون حدیث های بخاری و مسلم بودگیه با در یک کتاب ذکر کند، فقط استاداش دیگه تا چند نفره استاداش دیگه میکنند، لیکن متن حدیث رفته با یک میشه. للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة ذكرها السيوطي في تدريبه وإليك أهمها، يعني أهمها. خب مستخرجات بر صحیحین فایده های بسیار دارد که به 10 نزدیک می شود که همشه در تدریب الراوی جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ذکر کردن که ما 3 تاشو ذکر میکنیم. الیک اهمها، مهمترینش. یکمین فایدهش همین که علو الاسنادی، برای صاحب کتاب این علو الاسناد میشد، سندش بلند میشد. مقصد اگر بخاری روایت کند بین همین صاحب مستخرج و بین پیامبر صلی الله علیه و 6 نفر میشه، لیکن از استادش اگر روایت کند 5 نفر میشه. برای صاحب کتاب این فایده است، برای اینکه یک نمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نزدیک شدن است. یعنی در این اگر خویشی پیغمبر نباشد، دیگر یک نوعی نزدیک شدن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عن طریق الاسناد. هر چقدر آدم بین شما و بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم کم شود، همین قدر این شما به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدیک میشوید. بنابراین امام بخاری خودشان خواستند که عبدالرزاق صنعانی دریافت کنند، برای آنکه تمام حدیث های عبدالرزاق صنعانی به واسطه در بخاری هست. امام بخاری از عبدالرزاق صنعانی روایت میکنند به واسطه استادانشان. میخواستند که مباشرتا عبدالرحمن صنعانی عبدالرزاق صنعانی روایت کنند. عبدالرزاق در یمن است، بنابراین از بصره امام بخاری پیاده به مکه آمدند تا اینکه به یمن روند. بعد مکه وقتی که آمده یمن نزدیک میشه، یمن سرحد است با مکه. آمدن تا اینکه به نزد عبدالرزاق روند، به واسطه مکه رفتن و در مکه یک آدم واقع خوردن که گفت که عبدالرزاق صنعانی وفات کرد. گفت بعد حضرت گشته به بصره پیاده رفتن. وقتی که به بصره پیاده رفتن خیلی وقتی بسیار میگیرد. بعد آدم قسم به نام الله قسم خورد که عبدالرزاق صنعانی زنده هست. عبدالرزاق صنعانی زنده هست. بعد گشته به مکه با پیاده آمدن. بعد در مکه یک آدم واخوردن که من گفت به جنازه عبدالرزاق صنعانی اشتراک کردم، جنازه خواندم. گفت سپس گشته به بصره برفتم. بنابراین تمام حدیث های عبدالرزاق صنعانی در بخاری به واسطه دیگر کسها هست، مباشرتا نیست. بنابراین محدث ها حرکت میکردن یک موسفید، یک محدثی پیرانسال دریافت کنند. حاضرا مثلا بعضی محدث های پیرکیه ما در مدینه بعضی استادان ما شاهد شدیم که همون مقصد یک هندی، یک عالمی محدثی پیرکی بوده است، تمام نشته نمیتونه دقیقه قدرتی نشستن ندارد. مقصد همون خراجاتاش جمع کرده آورده از هندوستان
یک جایگاهی خواب کردم خوابونده بعد سنن ترمذی در مدت 2 هفته خوانده تمام کردم. سنن ترمذی میخواند و استاد فقط گوش میکند بعد سند میگیرید. وقتی که از این خیلی آدم‌های کلانسال سند میگیرید به پیامبر صلی الله علیه و سلم یا به صاحب کتاب نزدیک میشید. انا امام بخاری برای چی 20 حدیث دارند در صحیح بخاری که همش بین پیامبر و بین بخاری 3 نفر است. مکی ابن ابراهیم، یزید ابن ابو عبید، سلامت ابن الاکوع. و همه حدیث‌های از استادشان مکی ابن ابراهیم گرفتم. برای اینکه در سن 100 سالگیش دریافت کردم. مکی ابن ابراهیم 20 حدیث روایت کردن از این کس. بنابراین همین قدر چیز قیمت دارند در صحیح بخاری. خلاصه صاحب‌های مستخرج می‌خواهد به پیامبر صلی الله علیه و نزدیک شود، بنابراین از بخاری روایت نمی‌کند. از بخاری هم روایت دارد لیکن به واسطه استاد کلانسالترش روایت می‌کند تا اینکه کم شود. لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا لوقع انزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج. خیلی گفتم این گپایا. اگر صاحب مستخرج از بخاری رو بگند مرتبهش پستر میشه، حدیث اسنادش زیادتر میشه. بنابراین طریق مستخرجشان یک آدم کمتر یا 2 آدم کمتر است نزدیکتر میشه. دوم فایده مستخرجات چی است؟ الزيادة في قدر الصحيح وذلك لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث. دوم فایدهش این است که زیادت در قدر صحیح، یعنی قدر صحیح با زیاد میشه. برای اینکه یک لفظ زایدتی هست، یک لفظی هست که معناش وسیع میکنن حدیثه، با یک کلمه غریب آمدگی است در دیگر لفظ، در این لفظ باید کلمه ساده تر آمدگی است، لفظهاش بیانتر و مفصلتر است، یا یک چیزی که در آن است در این هست. همون حدیث ابو هریره است، همین حدیث است لیکن یک کلمه زیادتی دارد. مثال خیلی که در صحبت گذشته حدیث ابن عمر گفتیم. ابن عمر میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما نشسته بودیم که ناگاه یک آدم یک خرما آورده و پیامبر صلی الله علیه و سلم تحفه کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که از بین درخت‌های درختی هست که مانند مسلمان است، برای من خبر دید که اون چی است. همه گفتن مقصد حدیث درخت‌های بادیه میگفتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم انکار میکردن. بعد ابن عمر گفت که در قلبم اومد که همون چی است؟ همون خرما هست. همین حدیث گفتیم که در 10 جای امام بخاری آورده. در یک جایش آمده است که و فی القوم ابوبکر و عمر. سبب اینکه من نگفتم در بین مردم ابوبکر و عمر نشسته بود. دیدم که ابوبکر و عمر سکوت کرد، منم سکوت کردم. گفتن ابن عمر یعنی هیبت ابوبکر و عمر فرا گرفت که مقصد مادامی که این بزرگا خاموش نشستن چی جایی سخن کردن؟ گفته سخن نکردن. همین لفظ در یک لفظ آمده است. ببینید من در همین قوم ابوبکر و عمر اشتراک داشتنش این یک فایده است. بنابراین در فضیلت و مناقب ابوبکر و عمر بخاری همین حدیث روایت کرده است. انا همین گونه مستخرجات وقتی که با طریق استادش روایت نه، شاید یکان لفظهای هست که در بخاری و مسلم نیست، سند صحیح است لیکن در لفظ یک اضافه است که این فایده است. سومین فایده مستخرجات این است که القوة بکثرت الطرق. حدیث با صحیحیش قوت میگیره برای اینکه دیگر راهها که اومده با همین حدیث روایت شده بوده است، یعنی از درجه مشهورم با بلندتر میشد وقتی که اسنادش زیاد میشود. و فایدتها الترجیح عند المعارضه. فایدهش چی است در این صورت؟ فایدهش وزنین می آید در وقت معارضه. یگان حدیث به همین حدیث معارضه بیاید، تعارض آید، این حدیث قوت میدهد. حدیث مستخرج این به قوت میبراید برای آنکه باز دیگر روایت کرده اومده است با قوت میشد و اون حدیث. برای آنکه برادرای عزیز یک قاعده ها هست در اصول فقه و در قواعد فقهیه که اگر نصوص یعنی دلیل های قرآن و سنت به همدیگر تعارض بیایند ما کدامش میگیریم؟ یک حدیث ضد یک حدیث آمد ما کدامش میگیریم؟ یا یک سخن صحابه به سخن صحابه تعارض آمد
سخن ابن عباس و سخن ابوبکر صدیق خلاف آمد. گپی کیه میگیریم؟ یا سخن یک زن از صحابه ها و سخن یک مرد از صحابه ها تعارض آمد، سخن کیه میگیریم؟ قاعده ها هست در کتاب ها. بنابراین یکی از قاعده ها گفتن که وقتی که حدیث از دیگر راه بیاید، حدیث صحیح، این در حالتی تعارض آمدن با دیگر حدیث ها، این حدیث برای رجحانش، برای وزن آمدنش قوت می شود و این یکی از فایده های کتاب های مستخرجات هست. مقصد این بحث های علمی هست، اهمیت برادر عزیز برای آنکه اگر همین کتاب عموما یا دیگر کتاب شما اگر خواهید که از همین درس فایده گرفت سادید یا نه خواهید که فایده بزرگتر گیرید، شما درسی نو هست کو، درسی که حالی نگذاشتیم هفته آینده، پیش از آن که درسی نو بگذاریم اول یه بار خودتون خوانید 6 صفحه یا دفتر گیرید و درسی نو خوانید. چند کلمه ای که نمیفهمید یا چند جمله ای که نمیفهمید یا چند سوالی که بر ذهنتون پیدا میشد همش نویسید. همین سوال حساب میشه، یعنی مسئله حساب میشه. ثانی وقتی که درس میگذاریم گشته همون سوالهاتون خودتون جواب دید، چون که شما گوش کردید. شما در مدت 1 ساعت به همین سوالهاتون جواب میگیرید. اگر رفت و به یگانش جواب نگیرید بعد میپرسید. اکنون لیکن شما همین کتاب خواندید، همون 6 صفحه خواندید، مثلا 10 سوال پیدا شد، شما همون سوالا جستجو کنید و کاوید و یامید، چقدر وقت میبرد برادر عزیز؟ بسیار وقتی طولانی میبرد. من گوگلی در پیش دارم، اینترنت در پیش دارم، کتاب‌ها در پیش دارم، کاوید برای همون سوال‌ها جواب‌های قانع کننده اگر پیدا میکنم گوید بسیار ساعتی طولانی تان صرف میشه. لیکن وقتی که گوش میکنید همین سوال‌ها و جواب میگیرید. بنابراین طرز درستی درس خواندن همین که درسی نو پیش از آن که از استاد گوش کنید اول خودتان خوانده میبرید، سوالهاش ترتیب میتید، اگر امکانیتون باشد با خودتان دیگر شرحهای هم میبینید تا اینکه با مستحکمتر شود. لیکن لااقل همین گفتگی میکنید، یک بار خوانده میبرید، سوالهای ترتیب میتید، چند تا سوال غریبه نمیدونید، چند تا معنا نمیفهمید، چند سوال ها وقتی که میخوانید پیدا میشد، همین مینویسید. همین سوال ها در وقتی درس باید جواب گیرید. وقتی که جواب نگرفتید میپرسید بعد خب ما هو المحکوم بصحته مما رواه الشیخان. مصنف با اسلوب سوال عنوان گذاشته، ما هو المحکوم بصحته مما رواه الشیخان. وقتی که شیخان یعنی امام بخاری و امام مسلم در صحیح بخاری و مسلم یا حدیث روایت کردن، حکم اون حدیث چی است؟ مر بنا ان البخاری و مسلم لم يدخلا في صحيحيهما الا ما صح. همراهی ما در درس های گذشته گذشت که صاحبان این کتاب بخاری و مسلم الله رحمتشان کند ندر آوردن در این کتاب مگر آن حدیث هایی که صحیح است. و ان الامت تلقت کتابیهما بالقبول. امت اسلامی این دو کتاب را قبول کردند. فما هي الاحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الامه بالقبول یا ترى؟ بعد مصنف با سوال دادن که خوب آن حدیث هایی که به صحیح بودنش محکوم شده است، حکم شده است و آن امت قبول کرده، او چی حدیث هایی هست؟ یا ترى یعنی ماذا تظن، چی گمان میکنی آن چی هست؟ گفته سوال دادم. ثانی گفتن که والجواب هو ان ما روایاه بالاسناد المتصل فهو المحكوم بصحته. یعنی در صحیح بخاری و مسلم حدیث ها بسیار است، کدام اونهای امت اسلام قبول کردن؟ گفته سوال دادن. بعد گفتن که هر حدیثی که بخاری و مسلم با سند متصل در داخل صحیح بخاری و مسلم روایت کردن وای حدیث صحیح است. گفتن این منطق است. مفهومش چی؟ یعنی این دلالت میکنه که بخاری و مسلم بعضی حدیث ها را بدون اسناد هم ذکر کرده اند. این مفهوم است. و اما ما حذف من مبدأ اسناده راو او اکثر
و یسمى المعلق. اما آن حدیث هایی که از ابتدای اسنادش حذف کردن، یعنی استادشون ذکر نکردند و از مالک روایت کردند، مثلا مالک ندیدن بخاری، از ابتدای اسنادش حذف کردن یک راوی یا اینکه زیاده از یک راوی را که این نامش معلق نامیده میشه، از کلمه علق یعلق تعلیقا معلق آویزان ترجمه لغویش، که این یک نوع علم حدیث ضعیف است. انشاءالله در پایان ذکر میشه. بنابراین مصنفم در حاشیه‌اش و سیأتی بحثه تفصیلا فیما بعد گفتیم درباره معلق پایانتر انشاءالله و تفصیلتر صحبت میکنیم. گفتیم و هو فی البخاری کثیر. این حدیث ها، این گونه حدیث ها در صحیح بخاری خیلی بسیار است. حالا گوش کنید، ما فقط الان آن حدیث هایی که بخاری رحمت الله علیه در صحیحشان یا مسلم در صحیحشان از خودشان تا پیامبر با سندی متصل آوردن، اونا تمام امت اسلامی قبول کرده و صحیح است، یگان شک و شبهه نیست. اما آن حدیث هایی که از ابتدای اسناد یک نفر یا دو نفر یا سه نفر حذف کردن، از آدم هایی که ندیدن از بالاتر حدیث روایت کرده رفتن به بالا، که این در بخاری بسیار است، لکنه فی تراجم الابواب و مقدماتها. این بسیار است، لیکن این در صلب کتاب نیست، در ترجمه های کتاب است. مثلا میگم که باب درباره میراث ولد زنا، مثلا فرزندی که از زنا شده است، آیا از پدرش که اصلا از صلب همین آدم به دنیا آمده است آیا میراث میگیرد یا نه؟ گفته همین جهان ده بعضی حدیث های بدون اسناد یا اسنادهاش حذف کردن، معلق یا مقطوع یا مرسل یا موقوف ذکر میکنن در باب، نه در پایان که حدثنا فلان عن فلانین گویم. یعنی در همین تراجم، ترجمه یعنی عنوان، امام بخاری در زیر، در بالای هر یک حدیث از همین حدیث استنباط میکنن و یک باب میمونن. انا همون جانده بعضی حالت ها آیت میبیارن، بعضی حالت ها ده یکان حدیث ضعیف هم همچو بدون اسناد و بدون پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن میبیارن و در پایانش بعد یک حدیث صحیحی که معناش این قدر به معنای این نزدیک نیست و لیکن همین معنای میتید لیکن صحیح است، طبق شرطشون از ذکر میکنن. یعنی که امام بخاری گاه بعضی حدیث ها رو بدون اسناد یا اینکه محذوفة الاسانید، حدیث های اسناداش حذف کرده، در ترجمه ها میبیارند. ولا یوجد شیء منه فی صلب الابواب البته چون این گونه حدیث های یعنی که سندش محذوف است در صلب کتاب نیست، در عین حدیث ها نیست، در پایان نیست این چیزا. اما فی مسلم فلیس فیه من ذلك الا حدیث واحد فی باب التیمم. امام مسلم این گونه طریقه نداره مانند بخاری، چون امام مسلم خیلی که صحبت گذشته گفتیم باب نماندگی هم فقط حدیث میبیارم. بنابراین این خیلی کار نکردن مگر هم یک تا در باب تیمم یک حدیث ذکر کردن و لم یصله فی موضع آخر، همین حدیث در موضع آخر در دیگر جای صحیح مسلم پیوست نکردن. یعنی عادتا بخاری مثلا بعضی حدیث های بدون اسناد ذکر میکنن و در دیگر جای بخاری همین پیوست میکنن با همین متن گشته سندش ذکر میکنن. این یک صنعتکاری است. اما مسلم این کار نکردن، یک حدیث بدون اسناد روایت کردن و در دیگر جای صحیح مسلم همین پیوست نکردن. فحکمه کما یلی، حکم این چیزها از حکم آن حدیث هایی که متصل بود فرق میکنند. اولا فما كان منه بصيغة الجزم كقال وأمر وذكر فهو حكمه بصحته، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. خب یحکمش همین که هر سخنی که امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح بخاری آوردند، خواه معلق باشد خواه مقصد
محذوفة الاسانید باشند، همین چیزهای اگر صیغه جزم کتی آورده باشند، مانند قال گفته باشند، یا مثلا ذکر فلانی ذکر کرد گفته باشند، یا همین خیلی صیغه های صریح جزم کتی آورده باشند، حکم این سخن ها صحیح است به آن شخصی که اضافه کرده شده است. اگر این سخن ابن عباس باشد، همین سخن از ابن عباس صحیح است. اگر این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، همین سخن از پیامبر صلی الله علیه و سلم صحیح است. یعنی اگر همین خیلی حدیث ها باشد و با صیغه جزم امام بخاری رحمت الله علیه آورده باشند، اون حدیث صحیح است. دویم طریقش، دویم طبقش، ما و ما لم یکن فیه جزم، اگر صیغه جزم نباشد چی؟ که یروى و یذکر و یحکى، همین خیلی کرده بیارن چی؟ روایت کرده شده است که با صیغه مجهول، راویش مجهول است، نامعلوم است، یا اینکه حکایت کرده می شود که گویند، یا اینکه ذکر کرده می شود که گویند. در این صورت چی؟ فلیس فیه حکم بصحته عن المضاف الیه، در این صورت معنی اینه ندارد که همین سخنها صحیح هست با اون شخصیتی که همین اضافه کرده شده است با اون شخص. و مع ذلك فلیس فیه حدیث واهین، با وجود همین در صحیح بخاری و مسلم اگرچه حدیثاش بدون اسناد باشدم، حدیثی واه نیست، یعنی حدیثی که ضعیف شدید باشد نیست چنین حدیث. لادخاله فی الكتاب المسمى بالصحیح، برای آنکه همین کتاب حدیث در کتابی در یک کتاب در آوردند که و کتاب نامش صحیح است. برای همین در صحیح بخاری و مسلم یگان حدیث واه نیست. واه یعنی شدید الضعف، حدیثی که بسیار ضعیف است. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.